شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله سبحانه وتعالى ما را به نماز و روزه امر کرده است. ما را امر می کند و از ما می خواهد که ما پایبند خلق زیبا باشیم. او ما را به داشتن خلق زیبا دعوت می کند. الله پیامبر ما را برای خلق زیبایشان مدح و ستایش کرده است، همان طوری که او فرستاد پیامبر خود را همچون دعوتگر و عبادت کننده. همچنین الله ایشان را برای خصلت‌های خوبشان ستایش کرده است که نشان دهنده اهمیت خصلت خوب می باشد. الله سبحانه و تعالی درباره موقع پیامبرمان گفته است: همان تو خلق بسیار زیبا و والای داری. قرآن از اول تا آخر دارای خلق زیباست. الله ما را به صبر دعوت می کند، به دعوت کردن یکدیگر به شکیبایی، به فرو بردن غضب، به بخشیدن مردم. الله در قرآن می گوید: برطرف کن، یعنی جواب گردان هر گونه بدی را با معامله و خصلت بهتر و نیکوتر، و می بینی که ناگه کسی که میان تو و او دشمنی است گویا او به تو دوست و خویشاوند می شود. در آیت دیگر الله میگوید: کسانی که خشم خود را فرو میبرند و از مردم در میگذرند و الله تعالی نکوکاران را دوست میدارد. طوری که گفتم قرآن همه از اخلاق عبارت است و ما را بر آن دعوت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: مؤمنی که خلق زیبا دارد درجه و مرتبه شخصی را دریافت میکند که شبها را با عبادت و روزها را با روزه میگذراند. و از این رو نخست خودم و سپس همه شما برادران و خواهران در مشرق و یا در مغرب بوده را به عبادت الله دعوت میکنم. عبادت با وسیله اخلاق زیبا، جستجوی آن اخلاق، با به دست آوردن آن به امید اجر و پاداش از جانب الله. با صبر باشید، نظر خود را از خطاگی های مردم پایان کنید، زبانتان را از آزار دادن مردم نگاه دارید، تبسم کنید و دوست بدارید. شخص باید بخشنده باشد، به آدمان نزدیک باشد، نرم کننده قلب آنها باشد. ای برادران و خواهرانم، در حقیقت پاداش خلق زیبا بسیار بزرگ است. من تو در ماه رمضان 30 روز روزه می‌داری برای مثال، اما شخصی که صاحب اخلاق والا باشد، پاداش او از شخصی که هر روز روزه میگیرد و از شخصی که در شبها قیام میکند بلند است. چون در حدیث آمده است: شخصی که خلق زیبا دارد درجه و مرتبه شخصی را دریافت میکند که شبها را با عبادت و روزها را با روزه میگذراند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: محبوب ترین شما نزد من در جنت همانهایی هستند که اخلاق نیک دارند. ای برادران و خواهرانم، با فضل و کرم الله ما اساس اخلاق زیبا را داریم، اما چی طور ما این را عملی کنیم؟ چی طور این را بر عادت خود درآوریم؟ چی طور از آن پاداش به دست آوریم و اخلاق زیبای خود را یک چیزی خارکننده نشماریم و بلکه برعکس آن را به دست آورنده محبت دانیم؟ در این نه تنها به دست آوردن رضایت مردم است، بلکه در این به دست آوردن رضایت الله است. از الله طلب آن را دارم که او برایمان برای به دست آوردن اخلاق نیک و حمیده کمک کند و قلب‌های ما را در راه حق متحد کند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر ما.